سیاسی مرکزگرا و تمامیت خواه مادام العمر و غیر پاسخگوی تحت لوای یک ملت یک پرچم هستیم که بقای خود را در انکار، حذف و به حاشیه راندن دیگر ملت‌های ساکن در جغرافیای سیاسی ایران دیده و می‌بیند. متاسفانه نظام جمهوری اسلامی برای جلوگیری از سقوط و ایجاد رعب و وحشت دست به سرکوب و کشتار گسترده ملت‌ها می‌زند. نقض حقوق بشر، کشتار و اعدام در میان مردم ملت‌های بلوچ، کرد، عرب، ترکمن، لور، کاسپیان و ملت بزرگ ترک که حتی ترک بودن آنها را شونیست‌های حاکمیت مرکزی انکار بسیار گسترده می‌کند. در میان رزمندگان راه آزادی ملت فارس نیز در خیزش زن، زندگی، آزادی، شهدای بسیاری و زندانیان بیشماری برای رسیدن به دموکراسی و نظامی دموکراتیک و سکولار دادند. کارنامه جمهوری اسلامی ایران در زمینه نقض حقوق بشر به شدت منفی و سیاه است، به طوری که این نظام در زمره یکی از خشونتبارترین ناقصان حقوق بشر در جهان شناخته می شود. حزب مردم بلوچستان همگام و همصدا با مردم بلوچ که با جمعه اعتراضی زاهدان عرصه را به جمهوری اسلامی تنگ کردند و پرچمدار انقلاب زن، زندگی، آزادی هستند. از ملت‌های خارج از حاکمیت و اقلیت‌های قومی و مذهبی که به شدت بیشتری سرکوب می‌شوند دعوت می‌کند تا با اتحاد و دست در دست یکدیگر رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون و به تاریخ بسپارند. حزب مردم بلوچستان 20 مای 2023 برلین. ببخشید من آذری یا ترکی بلد نیستم، ولی امروز یک کلمه خوبی یاد گرفتم. یا شاسین آذربایجان، یا شاسین آذربایجان، یا شاسین بلوچستان، یا شاسین بلوچستان، یا شاسین اهواز، یا شاسین اهواز، یا شاسین اهواز، یا شاسین اهواز، یا شاسین کردستان، یا شاسین کردستان، یا شاسین کردستان.